Нашу путь, субханаллах. Вот так везут нас тоже. گناه‌های هر یک کدیم ما را عفو و مغفرت بگردان. 5 7 مرگ در یک روز. إنا لله وإنا إليه راجعون. Вот наши братья мусульмане умерли в Медине. Пусть Аллах дарует джаннатуль фирдаус. Вот возят их в джаннатуль бакия. Мечта каждого верующего, чтобы попасть в этом кладбище. Субханаллах. Вот наш конца путь. Вот двое возят на руках. Остальные на машине возят. Это машины, которые, видите, выходят, субханаллах. Подвозят трубы. Нужно помогать им. Субханаллах. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Вот конца нашего пути. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. از جانب الله آمده ایم، به سوی الله برگشته ایم. خانه آخرت ما، خانه تنگ تاریکی ما، خانه ابدالآباد ما این اینجا از برادران عزیز. این اینجا سوال و جواب سر می شود. اینجا نامه اعمال ما و شما را کشاده میکنن. در اینجا پرسان میکنن که کیست اللهی تو، چیست دین تو و کیست نبی تو. سبحان الله. از امو خاطر پیش از آنی که در این خانه و ما و شما را بیاندازن، بگرونن، باید ما و شما اعمال صالح را ترک نکنیم. اکثریت ما و شما نمازها را قضا میکنیم. همین مرگ برای ما و شما را یک واعظ است. این از لحظاتی که ما و شما را میبرن، میتپن، گور میکنن، یگان کس به یارده ما و شما نمیرسه. پیش از آنه که سبحان الله یک کار انجام میدهین فکرش بکنیم. الله هر یک از ما و شما را عفو و مغفرت بگردد گناهامون. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ. سبحان الله. الله هر یک از ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمای. هر یک از ما و شما خطاگار هستیم، گناهگار هستیم، گناه میکنیم. یا الله گناهان هر یک از ما و شما را خداوند عفو و مغفرت بگردانه. و اینجا و مکانی که مقدس مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله هر یک از ما و شما را به اینجا و مکان مقدس نصیب بگردانه. پدران و مادران ما و اپا و خواهران ما و اکا و دادران ما را، هر انسانی که ما را میبینه تماشا میکنه، خداوند گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه. پیش از آنی که در اینجا حساب کتاب میشه، پروردگار گناهاشون عفو و مغفرت بگردان. یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین. پروردگار تو مهربان هستی، گناههای ما را عفو و مغفرت بگردان و دوست می‌داری بخشنده خود و تو بخشنده گناهان هستی. یا الله ما جز تو کس نداریم، طلب عفو و مغفرت بکنیم. پروردگار گناهان ما را عفو و مغفرت بگردان، از عذاب جهنم ما را نجات بده و داخل جنت الفردوس الاعلا بگردان. هر یک از ما و شما را بغیر حساب ولا عذاب یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. پروردگار گناهان هر یک از ما و شما را عفو و مغفرت بگردان و اون برادران و اون خواهران و اون اکا و دادران ما که از دنیا رحلت کردن، پروردگار گناهاشون عفو و مغفرت بگردان و داخل جنتشون بگردان. یا الله یا مجيب الدعوات استجب دعانا واغفر احيانا
وارحم موتان. پروردگار برادران ما را گناهاش عفو مغفرت بگردان و بیماران ما را خدایا شفای کامل عاجل عطا فرما. از او جمله کسانی که مبتلا به سحر و جادو هستند، از او جمله کسانی که بی فرزند هستند، براشون پروردگار فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب بگردان که بعد از آنی که از دنیا که رحلت کردن در حق اونها دعا کن، در حق پدر مادرشان دعا کنن، اون گونه فرزندها برای هر کدوم ما و شما الله سبحانه و تعالی نصیب بگردانه. الله تمامی جمله مسلمانان، تمامی غریبان، تمامی کسانی که در زندان هستند، در آزادی هستند، در مشکلی هستند، در پرابلم ها هستند، پروردگارا حل مشکلات را بران. پروردگار از تمامی بلاها و فتحهای زمینی و آسمانی نگهشان بدار. پروردگار ما جز کس نداریم که طلب دعا کنیم. پروردگار ما از تو طلب میکنیم که دعای ما را مستجاب بگردان. تمامی بیمارا را شفای کامل عاجل عطا بفرما از خزانه غیبت که الله فرموده است که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقت که بندگان من از من سوال کنن ما با آنها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجابت میگردانم دعای اونها را هر وقت که اونها از من طلب کنن. پروردگار ما طلب دعای شفا میکنیم برای مریضا، برای کسانی که از دنیا رحلت کردن. پروردگارا اونها را داخل جنت الفردوس الاعلا بگردان که رسول الله گفت وقتی که طلب میکنین جنت از پروردگار جنت الفردوس را طلب بکنین. پروردگار جنت الفردوس برای پدران و مادران ما، برای اپا و خواهران ما، برای اکاها دادران ما، برای جمله مسلمانان، برای جمله مسلمانان که در داخل وطن ما هستند، در تاجیکستان هستند و از خارج هستند، تمام مسلمانان روی دنیا را پروردگار گناهاشون عفو و مغفرت بگردان و برای راست هدایتشون بگردان. پروردگار انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پروردگار هر کسی که ما بخوایم هدایت بیا او هدایت نمییابه، هر کسی که تو بخوای پروردگار او هدایت. پروردگار همه مسلمانان ما را هدایت عطا فرما، از جمله ما را خودمان هدایت عطا. فرزندان ما را قاری قرآن و عالم با عمل بگردان. پروردگار حافظی قرآن چون بگردان، عالم با عمل که در دین اسلام همیشه خدمت کنن، با طاعت عبادت الله باشن. یا رب العالمین. صلی اللهم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.